باشه تو چه خبر آقا، چی کارام میکنید؟ امروز اومدیم با گیم سام ماجراجو پارت دوم. آقا اصلا هر کی اون پارت قبلی رو دیده میدونه من چقدر نوبم داخل این بازی. بعد دیگه فکرشو بکن اومدم پارت دوشو بگیرم، چقدر من خرم بازی. اصلا بازی که هنوز همونه، هیچی تغییر نکرده. چرا با تغییر کنه؟ بازی آخرین آپدیتش واسه 13 سال پیش بوده. خب یا تیراژ شاتگانی که ما سری برداشتیم. این خیلی حمله بدیه، یعنی بدترین حمله روی زمینه. اینطوری حمله میکنم. اونایی که پارت یکو دیدم میفهمن چی میگم. بریم ببینیم. اوه اصلا دارم میترسم تو شلوارم. این اولیه میزدیم. وای 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 وای. به ما اینا رو اینطوری زدیم اون سری. نه دیدی چقدر ساده مردن. خوشم میاد وقتی میمیرن دود ازشون بلند میشه. میبینی شاید هم دود دلول شاتگان منه. اینو میزنیم هر سری یه ذره بریم عقب. این دیگه باز نمیشه. زنده ایم. مرسی ممنون اسکریپتر سازنده دیگه بقیه‌شو نمیدونم. بعد یادم رفته بود بکنم ویدیو واسه یه ماه پیش، نمیدونم شاید هم 2 ماه. آره 1 ماه پیش بکنم. بابا شما چقدر وزید. اینا رو بکشم. حالا اونا رو میتونم با کلت بکشم. یکی دیگه هم بود تا جایی که یادم ها. من با کلت میزنم. خوش کنه من اینا مردی. چند وقتم که نبودم معذرت میخوام. یه سری ویدیو داشتم میدیدم با کیفیت نت ایرانم. خیلی گرافیک اون ویدیو پایین بود، یعنی کیفیت ویدیو پایین بود. یادم رفته بود اینجا اینا میاد. اینا چرا 2 تا شدن؟ وای 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 وای. شاتگانو بکش. بابا 2 تایی که نیاید. بابا نیاید 2 تایی. چه وای. خب F6 رو بزنیم سیف بگیریم. سیف پلیز وی. داشتم میگفتم کنن این چند وقتم داشتم سریال وایکینگا رو تموم میکردم. سرعت نت یه طوری بود که من داشتم مثلا ویدیو رو با 144p نگاه میکردم. بعد ولی خوشحالم که من ویدیوام اصلا اونطوری نیست، چون اگه اونطوری باشه مردم میان داخل کامنت منو ولی جدی دارم میگم کیفیت ویدیو خیلی بود. اوکی اینجا که صدا دویدم میاد. هیچ چرا اینو نکشتم؟ خیلی اومد نزدیک. اینجا چیکار میکردم؟ فکر کنم تا اینجا من نیومدم اصلا. تا این پایین اومدم. چرا یهو در باز شد واسم؟ از این ور که آره من اینجا اومدم فکر کنم. از این ور بهم حمله میکنم بسا. خب نه من اینجا نمیام. مادر مگه تو گیم ترسناک جامپ اسکر داری؟ من اینجا رو اومدم. من یادم اومد اتفاقا من اینجا رو اومدم یادم. اینجا همینجاست که سیو گرفتیم. میریم پایین. یکشونو بکشم. بمیر یه دمج بهش دادم. کشتمش. کامبک روستایی در باسم باسم. ببین من میام سمت اون عیسی مسیح فرعونیه. عیسی مسیح نیست فقط فرعونه. یه چیزی توپ مانند پرت میشه پایین. ها دیدی؟ حالا میده اینطوری بپیچه بیاد این ور. من الان بخوام اون ور لوت کنم چیکار کنم؟
بازی ماجراجویی های سام جامپ اسکر داره، بازی نکنید لطفا. من بازی میکنم که شما بازی نکنید. اوکی. من تا اینجا بازی نیومده بودم. ده در پشتم بسته شد. بو چقدر زود. اوکی زدم. این از اینا نیست که داخل ماینکرافت اسفام میکرد. هنوز هست بابا. اینا چی هن دیگه؟ بابا بمیرید لاشیا. بابا شما چی؟ مرسی. وای بردم از اول. یادم باشه داشتم میرفتم این سیو بگیرم. خرید نمی کنم. یه ذره تایم ویدیو رو میبرم بالا، شما اذیت نشید. اینو بکشیم. آره بکشیم. اینم بکشیم. اوکی. خب الان یه سری قورباغه زشت. اوه گرافیکو. وقتی من اومدم اینجا اومدم پایین. بابا جامپ اسکر نداریم ما تو این بازی. بچه 4 ساله اینو بازی میکنه. او تامسون. وای من چرا این اول بازی بر نداشتم. اوکی چیز قشنگیه. باحال دوست دارم. به به تیرام هم خطا نمیره. چرا چند تا میفرستید؟ خب بسته اسخر بازی بسته. تمام قینا ننداز بالا. اوکی میبینم تمام. ما باوشتر این حرفا. دوباره توپی. F5 بود با میزدم یا F6؟ F6 بود. اول سیو میگیریم. اینو میکشیم با تامسون خوشگلمون. این اردک هاجی قورباغه رو من با این میکشتم. خب دیگه چی بگم. باز این ببرم. یادم رفت کدوم ور اومدم هاجی. آلزایمر. کمپر هم داریم داخل بازی. کلا فقط جامپ اسکر نی. بپرن تو صورتمون برینیم به خودمون. آنالیز F6 سیو میگیریم. اصلا دیگه انقدر ترسیدم زود میکشنم. هر جا میرم دارم این سیو میگیرم. اوه پدر سگا. اینو زدم. چرا صدا عقاب میاد هر از چند شد دمش خوردم. قرمزی افتاد. فکر کنم دمش خوردم. بخوری 4 تا تیر بخور پرو پلیری. از ماما پشتم هم میخوام بیان. اوه سیرو میزنم میشینه. فکر کنم تأثیری هم چقدر جا خالی خفنی دادم. ایول تیر برمیداریم. البته تیرام با شاتگان باید یه تیر اینم پیدا کنم. جا نیست. خوبه بازم زره خوبه. نیارزه. این صدا عقابه میره رو مخم. فکر کنم هر موقع صدا عقاب میاد یعنی بابا تو دیگه چی خدا وکیلی. خفتم کردن. خوبه اینا با یه تیر شاتگان میمیرن. این خوبه. نام تموم شدن. تو دیگه چی بابا آروم. این چی داره بدن من پرت میکنه اینا. تو سگ و بیگ بکشش. بابا خب این دیگه رسما یه بابا بمیر. باس فایت شنیده بودم باس فایتاش خیلی آسونه. این باس فایت نیست. بمیر. اوکی اینم بمیر. تموم شد دیگه. الهی درش دیر باز شد. مشکوک شدم. سیو میگیریم. اوکی سام ماجراجو. سام خب
صدا عقاب اذیتم میکنه. اوه بازیشو دوست دارم، نوستالژی باحالیه. این خودش اعلام خطره، یعنی میری جلوتر قرار مفرشی. حواست به خودت باش. سیرو میگیرم هدفم بهتر شه. تو تیرش زدم، تیرش رفت خودشم رفت. ایول دوش ما داریم پرو پلیری میزنیم. واه هیچ کدوم از تیرام هم داره نمیخورم. واه پرو. ای بابا جامپ اسکیر نکنین، میترسم. بابا چرا یه جا میرم یهو یه سری آدم مفرانه میریزن؟ بابا من اینا رو کشته بودم، چرا از اون دره نرفتم؟ شاید اون دره واقعا باید برم. نمیخوام اون برم، دوباره قراره یه سری بگیرن. همین برم. بابا تو از کجا در اومدی؟ صدا بدی میاد. پدر سگ دفعه بعدی به قرآن جک میزنم. اوکی نه واقعا رو هدف تاثیر داره وقتی میشینم. چیه؟ این چیه؟ او پوکون نمش. بابا این داره بالایی که میزنه با سنگ. لورم بمیر. بابا تو نیا. از این یارو خیلی میترسم. نمیدونم جلوتر قراره چه کسایی بیان، ولی خب این یارو بدم میاد. من از این نحسی دارم. همین بود که داشت بالا با سنگ میزد. حتی بوم با من داره میشه اصلا مسخرم نکنه. بمیر. اوکی بابا نکنید، گناه دارم اینو نفرستید. بابا اینجا خوهنو. بابا چند تا باز داری شما؟ این بازی آسونه؟ بازیش کجا آسونه؟ سری سولزه. خب من اینجا یه سیف بگیرم، خیلی وقت بود یادم رفت. میگم این افسیو، آره افسی اون بالا سمت چپ نمیشه. چه به دردم میخورن؟ هی هم دارم جمع میخورم. این ور نرو، چیزی میپره تو صورت دیو. مخرم دیدی گفتم بیا یه دونه این حلوم دادا. بابا 2 تا؟ بابا 3 تا؟ چند تا؟ بابا نندازید 5 تا شده خوینم. خیلی دوستتون دارم. مرسی تا اینجا ویدیو نگاه کردی. تا این ویدیو آروم آروم داره میره بالا. خدافظی هم کنم، حدوداً 1 دقیقه طول میکشه. آقا گیم بعدی اگر این ویدیو فقط 5 لایک بگیره 5 گیم بعدی قراره یه گیم فارسی، یعنی دوبله میکنم، یا بولیو میذارم یا پسر شیطان. خیلی دوستتون دارم. تا درودی دیگر. بدرود.